از همه موای مادر، زیماه و اختران بالای مادر، شکوفانه شود هر خانه ای به هر جای رسد گر پای مادر، شکوفانه شود هر خانه ای به هر جای رسد گر پای مادر. سرودی علش نوری محبت بگوشم دایما وای مادر، بگوشم دایما وای مادر، همه سان و فیض خانی فرزند، همه سان و فیض خانی فرزند، تکبیر و دعای رای مادر، زی تکبیر و دعای رای مادر، مادر 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 جون مادر، همیشه از نگاه پر امیدم برای وقتی نیک جویای مادر، همیشه از نگاه پر امیدم برای وقتی نیک جویای اگر دانی تو قدر شیری پاکم، بیرو سر و گذار بر پای مادر، بیرو سر و گذار بر پای مادر، مادر جان مادر، آه مادر، جان مادر. تشکر زیاد. درود دوستان عزیز، برنامه فضا است و باز هم ما فضای خانه شما را رنگین خواهیم کرد. حالا در برنامه فضا حضور دارند هنرمندان انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله به نام غفار ولامتزاده، عمرعلی میرعلیف و سلیموف دولتعلی و همچنین یک نفر ایجادکار جوان، یک نفری که در حوزه ادبی تاجیک شناخته است، نسیمبک قربانزاد. حضور هر یک شما را به برنامه فضا به تلویزیون سفینه خوش آمدید میگویم. خب نور آوردید، صفا آوردید. امیدوارم که در این سفره یک برنامه خیلی خوب برپا خواهیم کرد. خوش آمدید. انسمبل لاله بیشتر در میان مردم همچون یک انسمبل رقصی شناخته است.
یعنی مردم کمتر درباره همون گروه هنرمندانی که بیشتر با موسیقی سر و کار دارند معلومات دارند. خب چرا این گونه است؟ رحمت کلام فرقت جان و بسیار منتداری هم بیان میکنیم که ما هنرمندان این انسمبل رو شما به برنامه فضا تکلیف نمودید و پیش از آن که درباره انسمبل لاله و گروه هنرمندان و نوازندگان چند سخنی گویم، من تمام مردم تاجیک مخصوصا همه بینندگان برنامه فضا مخلصان را به جشن 30مین سالگرد استقلال جمهوریمون از صمیم قلب تبریک و مبارکباد می نمایم و بعد از آن گفتنی هستم که انسمبل لاله همچون انسمبل رقصی در جمهوریمون و بیرون از آن بسیار مشهور و معلوم است و در حقیقت با یک گروه رقصی انسمبل رو مثلا مشهور کردن این بسیار آسان هم نیست است. این در اینجا البته خدمت و مهنتی نوازندگان مخصوصا نوازندگان اسباب‌های خلقی من مثال اینجا بسیار کلان است. با زعم این باز در اینجا یک گروه خوبی گروه سرایندگان است در این انسمبل ما فعالیت میکنند که از استاد پرده قاسم سرکرده تا استاد سربگ رحمانوف در اینجا لطافت قادیرو و فیروزه سیدعلی و دولت جان سلیموف پرویز مرگلیوف و غیره و غیره ها در این انسمبل سرایندگی و نفوذ انسمبل لاله رو باز هم بلندتر میبردارن. شما برای انسمبل مثلا برای انسمبل رقصی برای گروه رقصی آهنگ‌های مخصوص ایجاد میکنید؟ البته بسیاری از آهنگ‌های رقصی که هنرمندان ما رقص میکنن از در انسمبل لاله هم هنرمندان مردانه هم هستن، هنرمندان زنانه هم، گروه رقصی مردانه و گروه رقصی زنانه هست. بسیاری وقت آهنگ‌های فرمایشی می شود. البته ما با همه این نوازندگانی که در اینجا میبینید با اینا نشسته مصلحت میکنیم، آهنگ‌ها ایجاد میکنیم و پیشکشی باز معلم و استادان رقص میکنیم و آنها آهنگ‌های ما رو میپذیرند و وابسته به هم رقص تهیه میکنند و بس همی بینندگان پیشکش میکنند. خطا نکنم تقریبا سال 1965 تأسیس یافته بود انسمبل 64-65 می تأسیس یابی. خب چگونه بود در اول تأسیس یابی؟ اکنون در اول تأسیس یابیش این از طرف استاد غفار ولامت‌زاده تأسیس داده شده است و در اینجا بسیار هنرمندان نامی روی صحنه آمدند و بسیار مشهور و معلوم گردیدند به مانند حلیمه ایرکی و ملکه قلندر و خب سوریگل قربانووا و چندین هنرمندانی است که بسیار مشهور و معلوم در بین و واقعا همین گروه برای احیا کردن رقص ملی تاجیکی خیلی سهم بارز دارن، سهم ارزنده دارن. ما از همینها رقص ملی ما رو به صحنه آوردن، دوباره احیا کردند، به آن عنصرهای نو وارد نمودند و در سالهای شوروی مثلا خیلی شهرت جهانی داشت و بعدتر نیز مثلا در دوران استقلال نیز همین عنعنه ادامه یافت و تا امروز برای احیا کردن همین رقصی صفر تاجیکی مثلا هنرمندان در اینجا زحمت میکشند. بله البته من یک چیزی رو قید کردنیم که از گفت و از تاریخی پیدایش تا این زمان فعالیت انسمبل لاله می رو گفتنی هستم که به فکرم در زمان اتحاد شوروی مثال مملکت به فکرم نمانده بود که انسمبل لاله در آنجا هنر مردم تاجیک را در آنجا نمایش نداده باشد و این هم بسیار خرسندی آور است تا حاضر هم که باشد. البته صحنی هنرمندان و کارمندان انسمبل لاله در به صحنه‌گذاری رقص‌ها و پیشکشی هنر والای مردم تاجیک
بینهایت کلان و زیاد است. و واقعا هم باید احسان به آنها گفت، زیرا در سالهای فعالیت کردن که کسی از هویت خود حرف زده نمیتوانست. مثلا سالهای 60 تا مثلا دوران شوروی اصلا این گونه هویت سازی نبود، ولی آنها توسط هنر، توسط مهارت خود توانستند که ملت تاجیک را در مثلا دیگر دولت ها معرفی کنند. تشکر زیاد میگم. بیاید درباره گروه هنرمندان حرف میزنیم. اینجا بغیر از اونی که شما با گروه های رقصی موسیقی تیار میکنید، همچنین ترانه ها نیز آماده میسازید. البته در این گروه هنرمندان ما کدام یگون موسیقی یگون شعری تازه ای که این هنرمندان ما سرایندگان ما آورده پیشکش کنن، ما به همه این هنرمندان نشسته مصلحت میکنیم و برای اونها ایجاد میکنیم. مثلا در ایجاد دولت علی سلیموف هم چنین شد. نگفتن اموند که درباره شما یک نفر شاعر جوان که علاقه شناخته است، مجموعه خود را دارد، نسیم بیگ قربانزاد هست. خب شما چه فکر دارید نسیم بیگ هنگامی مثلا همکاری کردن هنرمندان با شاعران رو؟ مثلا بعضی هنرمندانی هستند که همکاری نمیکنند و ترانه‌هایشان بسیار غلط است، بسیار ساده است، بسیار مثلا از همون معیارهای شعری تاجیک بیرون است. شما وابسته به این چی نظر دارید؟ درست قید کردید. واقعا هم حالتهایی یافت می شوند و پدیده هایی که امروز نشان می دهد اکثر با وجود آمدن متن‌های غلط همین است که حافظان با شاعران کسبی که واقعا از جهت هنری به یک کله رسیدن کم همکاری میکنند یا برای سرودهای خود متن‌هایی میگیرند که آنها از بعضی از جهت شعریت غلط هستند یا اینکه از جهت وزن یا قافیه یا بعضی قانون‌های شعری با مشکلی ها روبرو میشوند. شعر و موسیقی اصلا از نگاه هنری به همدیگر پیوند زیست دارند، زیرا که هر متن در داخل خود موسیقی معین دارد. مثلا موسیقی شناسانی جهانی معین کردند که برای موسیقی خوب، آهنگ خوب پیدا کردن، پیش از همه باید که آهنگی داخلی متن، آهنگی داخلی شعر رو پیدا کرد. مثلا اونهایی که شعر مولوی رو میخوانند بیشتر آهنگ متنتنی که در داخل متن غزل مولانا هست هم رو پیدا میکنند و موسیقی خود را به هم پیوست میکنند. وقتی که آهنگ شعر، موسیقی خودی متن شعر دیگر است و با اون هنرمند آهنگ دیگری میخواهد پیوست کند، اون پیوند نمیشه، زیرا که هوای این دیگر است، هوای اون دیگر است. اینها ببینید که سرودهای ماندگاری که در همه جا هستند نگاه میکنید از همه جهت قبول هستند. اگر هنرمند مثلا خواننده، حافظ، اگر هرچند هنرمند هم باشد، با همه هنر و با آهنگ خوبش اگر شعر غلط را انتخاب کند، اون شعر هیچ وقت معروف شده نمیتواند، یعنی جاودانگی نمیشود، برای آنکه اصلی اون چیز شعر است. و شعر خوب هم تو با آهنگ و با از جهت هنری خوب سراییده نشود جاودانه نمیشود. برای همین شاعر میگوید شعر و آهنگ باشد بالو پر. وقتی که یک شعر رو یک شاعر میخواند احساس اون دیگر است، وقتی که یک حافظ میخواند اون الکی ملی میشود. از همین جهت گفته میشود که باید حافظان و شاعران مثل یک در همکاری به همدیگر بسیار نزدیک باشند تا توانند که هنر یکدیگر را تقویت بخشند و یکدیگر سهم خود را گذارند. هر کس در ساحه خود، در کسب خود نازکی‌های زیادی دارد که از کسب خودش آگاه است. مثلا یک شاعر از مثلا خصوصیت‌های یگان اسباب موسیقی یا خصوصیت‌های آهنگی که در هست یا خصوصیت‌هایی که در وقت خواندن هست پر آگاه نیست. و همه حافظها کاملا مثل یک شاعر شعر رو نمیشناسند. اما در این برابر هر شاعری که شعر می نویسد
در ذهن خود آهنگ همون شعر رو میدونه، با همون آهنگ خاصی که در ذهنش هست همون شعر رو مینویسه. درست است. شعر در داخل خود وزن داره. بله. وزن چی هست؟ وزن همون چیزی هست که توسط آهنگ ifade میشه. اگر همین وزن اگر غلط یابد، الکی در وقت خواندن، خودی خواندن شعر الکی معلوم می شود که این شعر کامل نیست، این شعر غلط است. برای همین وقتی که شعر خوب است حتما در اون آهنگ خوب است. وقتی که شعر غلط می شود، وزنش غلط می شود، الکی آهنگ هم بر هم میخورد. دولت علی شما نیز یکی از هنرمندان جوان انسمبل لاله هستید. چند سال از در اونجا فعالیت میکنید؟ اولا سلام عرض میکنم به تماشابینان تلویزیون سفینه و ذوقمندان یعنی مخلصان برنامه فضا. من طول 5 سال میشه که در این انسمبل با نفوذ یعنی هنرنمایی میکنم، همچون مطرب، همچون حافظ یعنی سراینده. طول 5 سال شد با استادان یعنی کار میکنم. خب باز چه ارمغانی دارید برای بیننده تلویزیون سفینه؟ چی تر نیاورد؟ البته سرود اول که سرود مادر بود، شعری دررشید عبدالنبی یعنی پیشکش گرداندیم. بعد دویم سرود با استادان یعنی که با نوازندگان پیشکش میکنیم، سرودی دل غم شکسته، شعری سیجون اوراقی. خب بفرمایید محمد. شکسته رو رنج و عذاب داده‌ام، این تن خار خسته رو رنج و عذاب داده‌ام، این تن خار خسته رو بود شدم که سر زدم، دور سری تو پر زدم، بود شدم که سر زدم، دور سری تو پر زدم، و پیش در زدم خیمانی زلفی دست رو، پیش و پیش در زدم خیمانی زلفی دست رو. در غمی آرزوی تو از پای جست و جوی تو و پای میبرد جان دیدن نرسته رو، پای و پای میبرد جان دیدن نرسته رو، روی به خاکی راهی تو سود منم زیتی کن، عشق میشوید از روخم خاکی زیره نشسته رو، به تو خراب کرده یم این دل غم شکسته رو، رنج و عذاب داده‌ام، این تن خار خسته رو، رنج و عذاب داده‌ام، این تن خار خسته رو. غمم بیرم هم گپی یاری من میشم، وقتی فیالی ما نما آن مای دل خجسته رو، وقتی فیالی ما نما آن مای دل خجسته رو، به تو خراب کرده یم این دل غم شکسته رو، رنج و عذاب داده‌ام، این تن خار خسته رو، رنج و عذاب داده‌ام، این تن خار خسته رو، این تن خار خسته رو، این تن خار خسته رو.
بار دیگر درود عرض میکنیم به کل بیننده های برنامه فضای تلویزیونی سفینه. اگر این لحظه ما رو تماشا دارید یادآور میشویم که در استودیوی برنامه تلویزیونی سفینه حضور دارند هنرمندان انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لاله به نام غفار ولامتزاده و خود حاضر یک نفر بانوی زیبا هنرمندی همین انسمبل لطافت قادر رو به برنامه ما تشریف آوردن. یک نفر سراینده‌ای که ترانه‌های زیبا دارن، چهره زیبا دارن و پیراهن زیبا با بر کردن. خوش آمدید به برنامه فضا. تا اونجا که اطلاع داریم شما خط کرده دانشکده فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترونزاده هستید و اختصاص شما اصلا کارگردان است. البته. این از کجا این گونه گردش شد که شما سراینده شده؟ از بس که شعبه کارگردان غایبانه بود، من برای همین در این شعبه داخل شدم. شعبه عوضخانی غایبانه نداشت. من هم کار میکردم در خانه مدنیت شهر وحدت. آن سالها من همچون سراینده کار میکردم. برای همین من به شعبه غایبانه داخل شدم. یعنی از خردی شروع کردید به سراییدن به سرودخوانی؟ البته. از خب از کجا شروع شدید؟ میر از کجا در دل شما پیدا شد؟ چرا همین کسب رو انتخاب کردید؟ من در عائله صنعتکار به دنیا آمدم. البته در عائله ما هیچ کس رای صنعت رو پیش نگرفت. پدر من بسیار هنرمند خوب بودن، در اسباب دوتار کم کم سرود هم میخواندن، لیکن اون کس سرش پس شده کار میکردند. مادرم بسیار شوق و هوس داشتن. از خردی ما رو در مکتب موسیقی همون شهر وحدت مونده بودن. در اونجا من 5 سال تحصیل کردم. بعد ختمی مکتبیانه بعد به دانشکده صنعت داخل شدم. خب از کدام سال در انسمبل لاله فعالیت میکنید؟ از سال 2014. 2014. چی دستاویز آوردید امروز به برنامه؟ امروز یک سرود از قلم استاد شادروان بازار صابر با آهنگ رهبر موسیقی انسمبل استاد عمرعلی مرگلیف و با دستگیری امین نوازندگان هنرمندان اصیل انسمبل تیار نمودیم. حالا میخواهیم پیشکشی بینندگان گردانیم. خب شما نترسیدید که اینجا یک امتحان است؟ مثلا بیشتر هنرمندان مثلا مشهور حتی ترس دارن که در پیش بیننده زنده ترانه بسرایند. همین گونه ترس در وجود شما بود یا نه؟ البته به صحنه برآمدن یک ترس و هراس دارد، لیکن باز فکر میکنم با دستگیری همین هنرمندان یک قوه به انسان ضبط میشود. خب بفرمایید محمد.
چک چک زدنی برگی صفحه داری تو بس چک چک زدنی برگی صفحه داری تو بس خسته نباشید دوستان ارجمند، برنامه فضا را ادامه میدهیم. یادآور میشیم که حالا در برنامه فضا حضور دارند هنرمندان انسمبل دولتی خدمت نشان داده رقصی لالای به نام غفار ولامتزاده و یک نفر شاعر جوان نسیمبک قربانزاده. شما همچون رهبر موسیقی آهنگ نیز ایجاد میکنید و این آهنگی که حالا سراییده شد آهنگ مال شما است. البته تاریخی پیدایش این آهنگ قشلاقک پیشتر شادروان قربانعلی عبداللهیف هم در شکل دیگر سراییده در شکل دیگر یک قشلاقک دیگر هم از همین استاد بازار صابر سراییده بود و وقتی که این سخنو را لطافت آورده به من پیشکش کرد من بسیار همون یک کوزچت کودکی طلایی من بسیار همین سخن به من معقول آمد و راست دیگه ما چندین آهنگ در همین قشلاقک بستیم ایجاد کردیم و با همه بلطافت اینجوری به خودی من و به همه همکارانم همین آهنگ بسته من معقول شد و ما در آخر همین انتخاب کرده آوردیم. قریب ما با بحث کشمکشی ها میریم و بعد به یک خلاصه کار ایجادی هم میگونه است. کار ایجادی میاد ما میگیم که از یگان کس خفه نمیشیم چون که بعد میبینیم بسیار نتیجه محصولی خوب داده است. بله. خب نسیمبک آخران مجموعه شما صحیفه دریا بود بله؟ پیش از این سفیددار صحیفه دریا. خب اولین مجموعه تان چه نام داشت؟ اولین مجموعه بنده سال 2016 نشر شده بود. نام داشت میلاد آینه. میلاد آینه یعنی میلاد تولد بله. آغاز نشانه از آغاز ایجادی که بود همین گونه نام گذاشته بودیم. خب اصلا بیشتر چهارپاره ها می نویسید شما. ما در صفحه اجتماعی بیشتر با چهارپاره های شما روبرو می شویم. خب بیشتر کدام موضوع ها شما را تحریک می دهد؟ در نوی چون که شما اشاره کرده چهارپاره شاعر اصلا باید که در همه نمود ژانرها شعر گفته تواند. بله. و همین عقیده هم در ادبیات شناسی استوار است که نفری که تنها در یک ژانر استاد است و ژانرهای دیگر را خوب سراییده نمیتواند اصلا مثل یک شاعری کامل حساب نمیکنه. در مجموع باید که هر شاعر در همه ژانرها سروده تواند. ولی در یک ژانر موفق است. بله اکثریت می شود که در این ژانر موفق می شود اما در مجموع باید که شاعر در دیگر ژانرها را هم تواند تجربه کنه. تجربه داشته باشد در دیگر ژانرها هم تواند که خوب آزمایی کنه. بعضا افسوس میخورند که اگر فردوسی حکیم فردوسی غزل سرا میشد یگان غزل دیگر میسرود یا یگان اثر دیگر میسرود شاید که مثل این حماسش مشهور میشد یا اینکه عمر خیام اگر غزل میسرید یا یگان شعر دیگر میسرید شاید که اون هم مثل روایت جاودانه میشد. برای همین در هر ژانر باید که دست زد. و جواب از سوال دومی شما همین است که
چون شاعر دل حساس دارد، دل زیبایی پرستی دارد، برای همین همه چیزی که زیبا هست، همه چیزی که خوب است، پاکی و خوبی و زیبایی، اینها برای شاعر الهام میبخشند. و پیش از همه رسالت شاعر انسان بودن و انسان ساختن است. برای این هر چیزی که خوب است وصف کردن و نشان دادن، این وظیفه رسالت شاعران به حساب میره. از جمله شاعرای دیگر هم ما نیز در اختیار اونها آن چیزی که در زندگی خوب است برای ما منشأ الهام است. ها مثلا حسن زیبا باشد، ها شعر زیبا باشد، ها موسیقی زیبا باشد، ها سخن زیبا باشد. خب میتوانید چیزی برای بیننده ما خوانید از ایجادیات خود؟ کدامی که برای شما پسند است؟ به یاد دوست سینه معطر نمی شود، باران اگر نبود زمین تر نمی شود. با او منور است شب و روز زندگی، خورشید هم برابر مادر نمی شود. چون آب راه جسته به دریا رسیده ایم، رهرو مطیع سرور و منبر نمی شود. دل بردنی است دیگر و دل پروری دیگر، هر کس دل ربوده و دلبر نمی شود. عشق من وطن ز برای تو بود و بس، چون مهر مادر است که آخر نمی شود. تقلید را به نزد حقیقت مجال نیست، تقلید را به نزد حقیقت مجال نیست، هر کو محمد است پیامبر نمی شود. خامه گیرم بر کف ز پی کار وطن، همچو سرحدبانم فرد بیدار وطن. ز گرفتاری دل به گرفتاری گل، که گرفتار گلم که گرفتار وطن. با دلم از غم او سوزن در مانده است، می کنش از دل خود ز تو ای خار وطن. تا کفی آب نخورد ز همان جوی درش، به نسازد درمان هیچ بیماری وطن. من از این خاک شریف پای نتوانم کند، من از این خاک شریف پای نتوانم کند، چو سفیداری وطن، چو سفیداری وطن. تشکر زیاد، خسته نباشید. فعالیت روزنامه‌نگاری نیز دارید؟ بله، من با امر تقدیر زندگی خود را به روزنامه‌نگاری هم پیوند بخشیدم و یک مدت در مجله ادبی ولایتی پیام سوخت نیز کار کردم. و اصلا نگاه کنید اکثری شاعران و ادیبان معروف ما هم در روزنامه کار کردیم. از همون استادای بسیار بزرگ، استاد صدرالدین عینی شروع کرده، صدرالدین عینی، بابا جان غفورов، استاد میرزا ترسونزاده، جلال اکرامی و دیگرها، همینها در روزنامه ها کار کردند و روزنامه و مجله یک زینه برای تقویت بخشیدن محک ایجادی آنها خدمت کرده است. تشکر زیاد نسیم بیگ. واقعا هم یک صحبت جالبی با شما داشتیم. شعرهای خوب برای ما قرائت کردید. خب در موضوع موسیقی و ترانه اندیشه های جالب برای ما ارائه کردید. خسته نباشید. و شما نیز تشکر که به برنامه ما تشریف آوردید. با گروه ایجادی خود برنامه ما را رنگین نمودید. و در آخر برنامه دوستان عزیز، لطافت بانو باز هم یک ترانه دلنشین پیشنهادی ما میکند. همینجا به فرجام برنامه امروزه فضا رسیدیم. تا دیدار دیگر خوش باشید.
فکر تو ساعتی وفای تو نیست شکایت کی گه کرده ای با آن کی دمه سرم به فکر تو ساعتی وفای تو نیست دیگر بهانه مجو شانه من دیگر وجود تو راه برگذری خانه من برای یک دمکی به من و تو همین ترانه مرا بهترین بهانه من برای یک دمکی به من و تو همین ترانه مرا بهترین بهانه من دیگر بهانه